چالش مرام رو شروع کردیم. آماده ای؟ سابسکرایب یادت نره. یه روز مثل همیشه توی خیابونای تاریک و کوچه های خیس میرفتم. بادی سرد میوزید و صدای قدمام روی آسفالت خیس تنها چیزی بود که میشنیدم. یاد حرفای یکی از رفیقام افتادم که همیشه میگفت وقتی با یه نفر میمونی باید پشتش وایسی. باید همیشه در کنار هم باشیم. هیچ وقت نزار دست رو بکشه. حتی اگه دنیا هم سقوط کنه. ولی امروز دیگه هیچ صدای رفیقایی که همیشه کنارم بودن رو نمیشنیدم. هیچ خبری از اونا نبود. فقط یه خیابون، یه شب و یه مرد تنها. همون من چطور شده که اینطور شدم؟ یاد حرفای اون یکی رفیق افتادم که همیشه میگفت مهدی تو همیشه باید راه خودتو بری. همیشه از روی احساسات نمیتونی زندگی کنی. یه روزی میفهمی که زندگی هیچ وقت طبق خواستهات پیش نمیره. سکوت سنگین بود. تنها چیزی که میشنیدم صدای سیگار بود که به گوشم میخورد. سیگاری که تو دستم بود یکی دیگه از رفیقام بهم داد. اونم یه روزی مثل همین روز تنها بود. اون روز حتی نتونست یه قدم از این خیابون برداره. دستش رو گذاشت روی شونهام و گفت وقتی دنیا برات سنگین میشه یه آدم باید دیگه خودش رو پیدا کنه. رفیقای زیادی داشتم که تو این مسیر از کنارم رفتن. روزهایی که میدیدم چطور یکی از من دور میشن. یاد اون روزهایی افتادم که هر کدوم از اونا میگفتن مهدی ما همیشه با هم خواهیم بود. این تو هستی که باید از همه چیز رد بشی. اما حالا دیگه خبری از اون حرفا نبود. دیگه هیچ کدوم از رفیقام کنارم نبودن. این همه مدت دنبال اونها میدویدم و هیچی نصیبم نشد جز شکستن. دیگه باور نکردم کسی باقی میمونه. نه تو روزای سخت نه تو روزای شاد. هیچ کس تو این راه نمیمونه دائم. اینا رو تو همون لحظایی که داشتم سیگار میکشیدم فهمیدم. سرم پایین بود و داشتم به دور و برم نگاه میکردم. یه خیابونه، یه دیوار گرافیتی، یه آسمون گرفته که اصلاً هیچ نوری ازش نمیگذشته داغ. حالا دیگه فهمیده بودم. باید خودم باشم. هیچ کس نمیتونه کمک کنه. هیچ کس نمیتونه پشتت باشه. باید خودت رو پیدا کنی. باید خودت باشی. وقتی همه تو رو تنها بذارند اون موقع میفهمی که تو چه کسی هستی. دلق و ترنباز. اگر همه ازت برید باید قوی باشی. باید بدونی که همیشه خودت تنها میمونی. این خیابونا، این شبهای سرد، این سکوت و تنهایی همشون به تو یاد میدن که تنها راهی که داری همون راهیه که خودت بهش اعتقاد داری. من اینجا بودم کنار دیوار، سیگار به لب، در سکوت و تنهایی. هیچ کس دیگه تو این مسیر با من نبود. تنها من و این خیابونا بودیم. هر هفته بهترین مرامیا رو معرفی میکنیم. منتظرتم رفیق.